2 زندانی کرد در زندان مهاباد جان باختند. منابع خبری کرد علت مرگ این 2 زندانی را بیماری قلبی و سکته ذکر کردند. این در حالی است که روز دوشنبه غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های ایران در گفتگویی با خبرگزاری مهر از اقدامات مناسب بهداشتی و درمانی در زندان‌ها سخن گفته بود. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در ایران، در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی میگوید علت مرگ این 2 زندانی نبود شرایط مناسب و کافی برای درمان بیماری آنها بوده است. وضعیت بهداشتی زندان‌ها در کل کشور خود مسئولین سازمان زندان‌ها و نمایندگان مجلس که بررسی کردن به دلیل ازدحام زندانیان و برابر شدن تعداد زندانیان نسبت به ظرفیت زندان‌ها وضعیت از نظر بهداشتی و پزشکی بسیار بد هست. در شهرستان هم متأسفانه نسبت به تهران و سایر شهرهای بزرگتر وضعیت بدتره. در همین رابطه در زندان مرکزی مهاباد 2 زندانی به اسامی علی اشکان که حدود 65 سال سن دارند و ثبات احمدی به دلیل بیماری روز گذشته فوت کردند. چه بیماری‌هایی این 2 زندانی داشتند آقای کردپور؟ علی اشکان به دلیل کهولت سن تحمل زندان رو ظاهرا نداشته، بیمار بوده و نیازمند مداوا بوده که به اون صورت جدی گرفته نشده. همین باعث شده که دعوایی که در داخل زندان بهداری انجام گرفته کارساز نشده و ایشون فوت کردند. ثبات احمدی هم جوان بوده البته، ولی ایشون هم سابقه مریضی داشته، در اونجا وضعیتش وخیم شده. ایشون هم به دلیل ناراحتی‌های عصبی و تحمل زندان رو نداشته، ایشون هم فوت کرده. اتهامات این 2 زندانی چی بوده؟ اساساً سیاسی بودن، عادی بودن؟ علی اشکان ظاهراً زندانی عادی بوده ولی ثبات احمدی زندانی سیاسی بوده، به اتهامات سیاسی در زندان بوده و همین باعث شده تعدادی از زندانیان هم اونجا اعتراض کنند که وضعیت باید اینجوری باشه که زندانیان در زندان فوت کنند و رسیدگی نشده. بعد در حال نیروهای حفاظت زندان اینا هم دخالت کردن و قضیه فیصله پیدا کرده. مسئولین چه پاسخی به خانواده‌ها و بازمانده‌های اونها دادن؟ البته مسئولیت سلامت زندانیان بر عهده مسئولین زندان است در طول مدتی که در زندان به سر میبرند، ولی این اتفاق هم که افتاده خب نهایتاً خانواده ها زندان رو تحویل میگیرن جسدش و دفن میکنن و در موارد قبلی هم که چنین اتفاق افتاده به اون صورت تغییر نشده. در کلیت تعداد زندانیانی که به دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی از زندان هستند بیشتر شده و این میزان ناکارآمدی مدیریت کنونی کشور است. گفتگویی بود با مسعود کردپور، روزنامه‌نگار، در ارتباط با مرگ 2 زندانی کرد در زندان مهاباد. اما دولت روسیه پس از 2 ماه ممنوعیت ورود سبزیجات از 5 کشور اروپایی را لغو کرد. در اوایل ماه ژوئن و در پی شیوع باکتری ایکولای در چند کشور اروپایی، دولت روسیه واردات سبزیجات از آلمان و 4 کشور اروپایی